میشه 1 ماه با برنامه جلو بازو پشت بازو من تمرین کنیم. بعد موقع بفهمید بازو چیه. جلو بازو سینکش، دست جمع. به این صورت. بالا نگه می‌داری، آروم میری پایین. جلو بازو هالتر ایزت. دست عرض شونه. 7 تکرار تا وسط میری بالا. 7 تکرار از وسط شروع میشه به بالا. 7 تکرار کامل. جلو بازو دنبل چکشی. 2 تکرار. 2 تکرار. هر دست 12 تکرار. اولین حرکت پشت بازو سینکشو با کمر بالا میاریم. به این صورت پشت سر قرار میدیم. 12 تکرار. حالا همین حرکت رو ما سوپر ست میزنیم با سینکش دست جمع. وزنه رو سنگین‌تر کنید. به این صورت. از دستگاه یه قدم فاصله بگیرید. کف دست رو به زمین نزدیک کنید، نه به خودتون. این حرکت بعد پشت بازو کیک بک سینکش. به این صورت. آرنج رو تکون ندید. آرنج ثابت میمونه.